بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای عزیز، رسول ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام ترمذی و خطیب و جمعی از محدثین از حضرت علی بن ابی طالب و از حضرت ابو هریره رضی الله عنه و جمع صحابه دیگه هم نقل کردند که هرگاه در امتم 15 خصلت به وجود بیاید و تحقق پیدا بکند، خداوند متعال مصیبت ها را یکی پی دیگری بر مردم نازل می کند. و در این 15 چیزی که رسول علیه السلام گفته، یک شما مشاهده می کنیم. چون این صفات در وجود ماست، از این خاطر پروردگار عظیم مشکلات را به ما ایجاد کرده. این کارها و این صفات جنبه های مختلف دارد. یک سلسله امور را مسئولین حکومت انجام میدن، از این خاطر مصیبت آفرین است. یک سلسله کارا را به نام علما و اهل دین انجام میدن که مصیبت آفرین است. یک تعداد کارا را اهل دنیای ما، مردمای تاجر و پیسدار ما انجام میدن که مصیبت آفرین است. عزیزایم، هرگاه این گروه نخبه و مسئولیت هایشان متوجه نشوند، عام مردم راه خود را تمیز کرده نمیتونند که چی بکنه و چطور خود را از بدبختی ها خلاص بکنه. پیغمبر علیه السلام میفرماید که هرگاه امتم 15 خصلت را در جامعه و در وجودشان تحقق بدهد، حل بهم البلاء، از مصیبت ها درشان می آیند. فقیل یا رسول الله و ما هن، مرد میگه که یا رسول الله 15 خصلت چی است که مصیبت آفرین است؟ پیغمبر میفرماید که اذا کان المغنم دولا، یکی از اون صفاتی است که مردم در جهاد مصروف باشه، به نام جهاد و غنیمت ها را همیشه خودشان میگیرد بدون از اینکه حکم شرعی سرش نافذ شود. هر کدامشان امیری خود می شود و برای خودشان فتوا میدن که از ماست. و الامانت و مغنما، و امانت ها که به کسی داده شود باید حفظ شود. او را مال خود فکر میکند، او دست میزند و امانت ها را ضایع میکنه، از او استفاده میکند. و زکات و مغرما، زکات را مردم تاوان حساب میکند. زکات به معنای طهارت و پاکی است و زکات به معنای رشد و نماست. مسلمان ها زکات نمیدن. چرا؟ به خاطری که تاوان فکر میکنند، باورش با خدا ضعیف است، در حالی که زکات مال زیاد میکنند. و اطاع الرجل زوجته، مردم میرود خانم خدا اطاعت میکنه، از او فرمان میگیرد. و حق امه، ولی مادرش را اذیت میرساند، پشت مادرش نیست. حق مادر کسی نمیشناسد، ولی هر آنچه که زنش میگوید او باید نافذ شود، او باید صحیح شود. و بر صدیقه، با دوستش با رفیقایش بسیار خوبی میکند. و جفا اباه، ولی با پدرش جفا میکند، پدرش علت کردن نمیکنه ولی حق مشروعش نمیدهد. و ارتفعت الاصوات فی المساجد، در مسجدها هم چی میشود؟ آوازها بلند میشود. در مسجد دو نوع آواز بلند میشود. یکی آواز به این معنا که مسجد جای امن است، جای استقرار است، جای وحدت است. مساجد به نزاع تبدیل شود، کش مکش باشد. یا ارتفعت الاصوات به معنای ازی باشد که ساز در مسجد بشنویم. بالی ما شما موبایل ها را هر روز میبینیم که در مسجد بلند میشود و یا آواز دیده میشود. و کان زعیم القوم ارذلهم، مردمای بسیار کوچک اونا سردارای قوم شوند، کلانا میشوند. و اکرم الرجل مخافت شره، چه بسا از مردم عزت میکند، احترام کرده میشوند به خاطر که از شرش مسئول شود. یعنی در دل هیچ نوع احترام برش قائل نیستی، از پیشش میترسی که کدام جنجال برام جور نکنه. باز از او چی میکنی؟ خوش آمدید برش میگی، سایب برش کده روستی.
و شربت الخمر، شراب نوشی زیاد شود، و لبس الحریر، و لباس های ابریشمین به تن کرده شود، و اتخذت القنیات و المغازه، هر جای میبینی که آلات موسیقی زیاد می شود، خریداری می شود. و لعن آخر هذه الامه اولها، و مردمای این زمان، مردمای گذشته را چی بکند؟ نفرین میگوید. آخر امت میخیزد، اول امت را نفرین میکند و میگه که اونا به اسلام نمیفهمیدن.